میگویند در اعماق این جنگل صدای آدم‌هایی شنیده می شود که سالها پیش ناپدید شدند. اولین بار وقتی وارد شدم فقط مه بود. مهی آنقدر غلیظ که حتی سایه خودم را هم نمی دیدم. قدم اول را که گذاشتم صدایی شنیدم، صدایی آرام مثل یک نجوا. برگرد، دیر نشده. فکر کردم خیالاتی شدم. میگویند در اعماق این جنگل صدای آدم‌هایی شنیده می شود که سالها پیش ناپدید شدند. اولین بار وقتی وارد شدم فقط مه بود. مهی آنقدر غلیظ که حتی سایه خودم را هم نمی دیدم. قدم اول را که گذاشتم صدایی شنیدم، صدایی آرام مثل یک نجوا. برگرد، دیر نشده. فکر کردم خیالاتی شدم.